در آیه دیگه ما در سوره احزاب داریم، آیه 59. احمد جان اگر این آیه رو نشون بدیم. در این آیه مبارک امر صریح هست برای کی؟ برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همسرانشون و دخترانشون و زنهای مؤمنین. میگه یا ایها النبی، ای پیامبر، ای رسول الله، قل، بگو، لازواجک، به همسرانت، و بناتک، و به دخترانت، و نساء المؤمنین، و به همه زنهای مؤمنین، یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیامبر، به زنانت، به همسرانت، به دخترانت و به زنان مؤمن بگو که چادرهای خود را بر خویش فرو افکنند. یعنی چی؟ ما وقتی که میگیم فرو افکندن، که در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه یدنین علیهن، یعنی فرو افکندن بر آنها، یعنی از سر تا پا یک چیزی رو بندازن، چادری رو بندازن که از سر تا پا رو بپوشانه. صفت یک زن آزاده و مؤمن و مسلمان این است که از سر تا پا چادر رو بندازه تا کاملا اون زینت هایی رو که در اون آیه گذشته، در آیه 31 سوره نور، الله سبحانه و تعالی من کرده بود زنان مؤمن رو که اونا رو آشکار نکنن، کاملا اونها چی باشه؟ پوشیده باشه. میگه که چادرهای خود را بر خویش بیاندازن و به وسیله این چادر سر و صورت و سینه هاشون رو بپوشانن. چرا؟ ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. این مناسب تر است تا شناخته شوند، پس مورد آزار قرار نگیرند. بعضی از این آیه برعکس برداشت کردن، میگن که این حجاب درسته اینطوری گفته چادراتون رو بندازین، اما صورتتون باید آشکار باشه تا شناخته بشن، در حالی که مفهوم و هدف آیه برعکس است. چون که به کنیزها، به زنهایی که برده بودن، پوشاندن صورت برای اونها جایز نیست و زن آزاده و مؤمن باید صورتش پوشیده باشه. به خاطر که اینجا فرق بین یک کنیز و بین یک زن مؤمن به وجود بیاد، در اینجا خیلی سریع و آشکار یدنین علیهن من جلابیبهن، اون چادرشون، جلباب، اون چادر رو میگن که از فرق سر تا پنجه پا کاملا همه رو بپوشانه. و کان الله غفورا رحیما، و الله سبحانه و تعالی آمرزنده مهربان است.